خیلی از ماها وقتی اسم درس خوندن میاد یاد سختیاش میفتیم. حجم زیادش، زمان کم، استرس قبل از امتحان و بدتر از همه اینکه دائم فکر میکنیم که بقیه از ما باهوشتر هستن و خیلی راحتتر و خیلی زودتر درس ها رو یاد میگیرن. اما چیزی که باید بدونی این هستش که اونا باهوش نیستن. اونا یک سری تکنیک هایی رو توی مطالعهشون به کار میبرن که بعضی موقع خودشون میدونن دارن اون تکنیک ها رو به کار میبرن، بعضی موقع هم به طور ناخودآگاه به خاطر شرایطی که داشتن اون تکنیک هایی که مطالعهشون رو چند برابر موثرتر و بهتر میکرده رو داشتن تو زندگیشون انجام میدادن و همه اینها یک نوع مهارته که با تمرین و تکرار این مهارت تقویت میشه و عملکردشون توی درس خوندن بهتر میشه. امروز توی این ویدیو قراره 10 تا تکنیک واقعا موثر رو با هم دیگه مرور بکنیم که هم به شما کمک میکنه مطالب رو سریعتر یاد بگیرید، هم بهتون کمک میکنه مطالبی که یاد گرفتید واسه مدت زمان طولانی تری توی ذهنتون بمونه. تکنیک اول مطالعه در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هستش. خیلی‌ها این طرز فکر رو دارن که اگه 1 ساعت پشت سر هم درس بخونن عملکرد خیلی بهتری رو میگیرن. ولی چیزی که باید بدونید این هستش که مغز بعد از اینکه 20 دقیقه دارید مطالعه میکنید سرعت پردازش خودش رو میاره پایین و عملاً بعد 20 دقیقه درس خوندن برای شما یه چیز بی‌معنی و بیفایده میشه. کاری که باید انجام بدید این هستش که وقتی شروع کردید به درس خوندن 1 رو 20 دقیقه که مطالعه کردید 5 تا 10 دقیقه استراحت کامل رو داشته باشید. یعنی بعد از 20 دقیقه کتاب خودتون رو ببندید، بدنتون رو روی صندلی هستید، روی زمین دارید درس میخونید، هر جا دارید درس میخونید چشم‌های خودتون رو ببندید، بدنتون رو ریلکس بکنید و این چیزهایی که توی این 20 دقیقه مطالعه کردید رو بهش فکر بکنید و توی ذهنتون مرور بکنید. دنبال این که چیزهای جدید، اطلاعات جدید رو وارد ذهنتون بکنید نباشید. بعد از اینکه 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت کردید دوباره برگردید بخش دوم مطالعه خودتون رو در دوباره بازه زمانی 20 دقیقه‌ای انجام بدید. این روش رو پیش بگیرید، می‌بینید که توی مدت زمان کم هم سریعتر دارید یاد می‌گیرید، هم مطالبی که یاد گرفتید واسه مدت زمان طولانی‌تری توی ذهنتون میمونه. تکنیک دوم، درس خودتون رو اولویت بندی بکنید. همه مطالب به اندازه اهمیت ندارن. اولویت بندی بکنید، ببینید کدوم سوال و جواب ها نمره بالاتری دارن، تو کدوم بخش ها ضعف دارید، کدوم مطالب پایه‌ای ترن و نیاز دارن که اهمیت کمتری بهشون بدید و با دقت مرور نکنید، چند بار مرورشون نکنید و 1 تا 3 بار که خوندید دیگه از خوندنش دست بکشید. وقتی بیاید مطالب رو اولویت بندی بکنید